روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرها را از استودیوی رادیو آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. پوتین گفت کشورهای غربی تا آخرین اوکراینی با روسیه جنگیدنی‌اند. تفتیش پرونده 4 مهاجری که واگنشان را در ایرکوتسک آتش زده بودند انجام یافت. گران وزن ترین کودک تاجیک 4 ساله شد و دادگاه نظامی یک افسر تاجیک را با اتهام قاچاق مواد مخدر 18 سال زندان کرده است. در ادامه برنامه تفصیلات این و دیگر خبرها را پیشکش شما میکنیم. دادگاه ایرکوتسک روسیه تفتیش پرونده بحث برانگیز 4 مهاجری تاجیک را که ماه نوامبر سال گذشته واگنشان آتش گرفته بود انجام داده است. مهلت تفتیش پرونده آنها 4 بار تمدید شده بود. محمد طاهر اشوروف، قربانمد صادقوف، دلیر حسنوف، جمعه‌بای اسکندروف به اوباشی و قصد کشتار متهم می شوند. شب 12 نوامبر سال گذشته گروهی از ساکنان محلی واگن این مهاجران را آتش زدند و 2 نفرشان به هلاکت رسیده بود. پلیس خلاصه کرده است که این مهاجران اول ساکنان را تهدید کردند. نزدیکان مهاجران و مقامات تاجیک به این نظر راضی نیستند و بارها برای بازداشت مهاجران اعتراض کرده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش حالا در جنگ در اوکراین یگان عملی جدی انجام نداده است و کشورهای غربی را به افروختن شعله‌های جنگ متهم کرد. او روز 7 ایول در ملاقات با رهبران جناح‌های دومای دولتی گفت ما امروز میشنویم که میخواهند ما را در میدان جنگ شکست بدهند. چی میگویید؟ بگذار تلاش کنند. ما بارها شنیده ایم که غرب میخواهد تا آخرین اوکراینی با ما بجنگد. این یک فاجعه برای مردم اوکراین است و به نظر می رسد که این همین سمت می رود، گفت پوتین. کشورهای غربی حمله روسیه به اوکراین را که روز 24 فوریه آغاز یافت حمله بی اساس نامیده و به ضد این مسکو را تحریم کردند. چند پیش سران 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان با نام گروه 7 حمله روسیه به اوکراین را غیرقانونی و بی‌دلیل نامیدند. حالا بسیاری از بانک‌های روسیه، کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان روس و خود ولادیمیر پوتین تحت تحریمات کشورهای غربی قرار دارند. دادگاه شهری دوشنبه یک افسر آینده تاجیک را با گناه سرپیچی از خدمت در صف نیروهای مسلح و قاچاق مواد مخدر به 18 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بختاور رحمانعلی که سال 2017 اکادمی نظامی پنزه روسیه را ختم کرده است، برخلاف عهده‌داری‌هایش بیشتر از 4 سال از خدمت در صف نیروهای مسلح سرپیچی کرده است. علاوه بر این او ماه ینور سال 2022 با یک فرد با نام زبیدالله در افغانستان ارتباط گرفته و 18 کیلو حشیش را به دوشنبه انتقال داده است. بعد بازداشت بختاور رحمانعلی پس از این جنایت، دادگاه شهر دوشنبه این جوان را با اتهام قاچاق مواد مخدر و سرکشی از خدمت حربی به 18 سال زندان محکوم کرده است. نظر محکوم شده و یا وکیل دفاع او هنوز معلوم نیست. گران وزن ترین کودک تاجیک که در کلاب به دنیا آمده بود 4 ساله شد. این کودک زمانی تولد 8 کیلو وزن داشت. پزشکان گفته بودند که با چنین وزن هیچگاه طفل در تاجیکستان به دنیا نآمده است. همکار ما پس از 4 سال دوباره به دیدار رستم این کودک خود رفت و با نزدیکانش صحبت کرد و از احوال او پرسید که او را چطور بزرگ کردند. گزارش کامل را پس از 3 ساعت در برنامه اخباری آزادی همراه می‌بینیم. پلیس شهر ایرکوتسک پرونده یک ساکن این شهر را که 10 مهاجر را در خانه‌اش ثبت اقامت کرده است برای بررسی به دادگاه فرستاده است. پلیس ایرکوتسک بر رسانه‌های محلی خبر داده است که زنی 31 ساله در یک خانه‌ای که برای زندگی 2-3 نفر پیش بینی شده است 90 نفر را برای اقامت ثبت کرده بوده است. به گفته پلیس تحقیق نشان داده است که مهاجران با دادن پول خود را در خانه این زن ثبت می‌کنند ولی هیچ کدام آنها در آنجا زندگی نمی‌کرده است.
این زن را از 1 تا 3 سال حکم زندان و یا جریمه بزرگ انتظار است. در میان آنها مهاجران تاجیک نیز بودند که در خانه این زن خود را ثبت کردند. برای مهاجران داشتن ثبت اقامت دائمی برای پیدا کردن کار مهم است، ولی با آنها این کار به آسانی میسر نمی شود. بیننده عزیز، در پایان برنامه نگاهی میاندازیم به قرب سامانی در برابر اسعار خارجی. قرب روبل در برابر سامانی باز هم پایان رفته است. 8 یول بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را 166 سامانی تعیین کرده است که نسبت به روز گذشته پایین تر است. قرب 1 دلار آمریکایی 10 سامانی و 5 درم مقرر شده است و 1 یورو به 10 سامانی و 76 درم برابر است. در بانک های تجارتی امکان دارد که پول شما را با قرب دیگر و پایانتر و یا بالاتر از این عوض کنند. سرخط خبرها به پایان رسید. 3 ساعت پس شما را در اخباری آزادی منتظر می شویم.